باید یکون کار کنیم. این طور بهوده انتظار شده نمیتوانم. حالا هممون باید آرامی را پیشه کنیم. صبر بهترین عمل است. بغیر از صبر کردن و دعا کردن دیگر چیزی از دستمان نمی آید. جناب پلیس، باید زود بفهمیم که پینار را به کجا برده است. این آدم بسیار خطرناک است. پلیس به ما خبر داد، ما آمدیم. ببخشید استاد. همین که پلیس به خانه آمد به فکرم سنجر بود. تا حال باورم نمی آید. شما او را از همه خوبتر میشناسید. یگان چیز اگر به یاد آورده توانید برای یافتن او زمینه می شود. باور کنید هیچ چیز به سرم نمی آید. من میدانم. شما کی از خانه اتون بر اومدید؟ تقریبا 1 ساعت شد. اکا با معلم پینور در خانه پدرم می باشد. چی؟ چرا با آنجا برود؟ او اپام رو می جوید. می خواهد که او را برگرداند. وقتی که اپام را از دست دادیم در همون خانه می زیستیم. بعدی بر اومدن شما او به خانه در اومده است. چی کاری کند همونجا می کند. بهترش زودتر رفته آنجا رو ببینیم. مایلش. گرد میگویم راه گرد بعد از اول تو رو به اینجا می آوردم. راه گرد خدایا سرد کم نزن نکن التجا راه گرد نرس با من گرد نزن هرس التجا دارم به اینجا شویم نرس با من نرس سرده برا باش کم نزن التجا دارم نرس داد نزن داد نزن میگویم یاری دیه آرامیست داد نزن شادی از من سرده منو کم نزن سنجر تو که مردی سنجر التجا تو که مردی یاسو من برمیگردد بعد همش بسلی بیشتر میشود التجا میکنم نرس با من تو چی کار میکنی؟ سنجر نکن سنجر التجا میکنم نکن سنجر سرده نکن یاری دیهد مرا نجات دیهد التجا میکنم نه یاری دیهد من یاری دیهد التجا دارم یاری دیهد من اینجا این دفعه مرا من کردن نمیتوانند باید اینجا باشد بیایید اکا در رو کشو پسیدار چیزی هست ایستید نجات سبیل ماند کجا کردم اکا در رو کشو در رو کشو یک بار دیگه نمیگوشوی نه ایستید من گذشته میتوانم بیسرم احتیاط شو کمی دیگر اکا یاری دیهد من اینجایم اکا اکا با من نزدیک نشو نکن ایستا نکن نزدیک نشو در دستت بوده رو پرتو نکن سنجر پینار جان آرام شو همش خوب میشود بیسرم تو رو میپرونم خواهش میکنم پینار را سرده او پینار نیست پلیس رفت از اینجا رفت بگویم هیچ کدام تو رو دیدن نمیخواهم تمام پسرم بین همه همین جاییم برای تو آمدیم برای من؟ اینقدر سال کجا بودید؟ وقتی که مرا مانند حیوان در یک حجره بستند کجا بودید؟ و تو تنها من یاری دادم من برای شفا یافتنت به تو یاری دادم کی تو رو از بیمارخانه برآورده؟ کنی گویی؟
پسرم چی کار کردی؟ چرا این کار رو کردی؟ چون که نمیخواستم مثل اپام او رو هم از دست دهم. یاسمن برمیگردد، امروز برمیگردد. دیگر اپام بر نمیگردد. او وفات گپ کرد. نزن، نزدیک نشو. برق حاضر همش رو خوب کرده میتوانیم. اگر پینار رو سردهی همش خوب میشود. شاید باز یک گویله میشویم، باز یک جویه میشویم. گپ نزن گفتم. اوه پسرم. با همش من سبب شدم. نباید او رو مجبور میکردم. دو فرزندم زیر خاک خوابند. من چی گناه کردم که این قدر بلا به سرم آورد؟ در این لحظه ها و جای اسیان صبر کردن بهترین کار است. میدونم اندوهتان زیاد است، اما اگر این واقعه ها سبب عوض شدن طرز حیاتتان شود، به فکرم بسیار خوب می شود. در همه کار یک خیر پنهان است. این گپ را بیهوده نگفتند. خیر گفتید؟ کجای این واقعه خیر است؟ مثلا برای باز از نو یک عائله مستحکم خوب شدن فرصت باشد، مگر این خیر حساب نمی شود؟ تماما دیگر درباره عائله و یک جا بودم گپ نزنید استاد. این گپ هایتون تنها در کتاب ها نوشته شدند. پسرم او به عائله احتیاج دارد خانم نورای، به خانه مهر و راستی. او به هم دیگر فهمی شما احتیاج دارد. حالا باشد خود را گناهکار حس میکند. او به شما احتیاج دارد خانم نورای. اکنون باید گذشته را فراموش کرد. او اینجا نیست و دیگر بر نمیگردد. میدونی از او در غضب نیستم، حتی او رو میفهمم. برای او غمگینم. فراموش کن. فکر کن که حیاتی نو آغاز کردی. با دوست داشتت خانه‌دار شده حیات نوی خود را آغاز میکنی و با این سزاواری. دعوتنامه ها رو روان کردند. میدونی خیلی پیش سپارش داده بودیم. پینور، خطا نفهم، اما تاریخ توی را کمی دیگر دیرتر گذاریم خوب نمی شود. وفات خاله نوریه، باز این واقعه ها. نه، حیات ادامه دارد. ما هم دوام میدهیم. یعنی نه گذشتگان رو برگردونده میتوانیم، نه تقدیر رو عوض کرده. مگر عائله همین نیست که در هر شرایط یک جای بودن و دوام دادن زندگی. میدونید شما خوشبختید که یکدیگر را یافتید. صد افسوس که هر کس این خیلی خوشبخت شده نمیتواند. این فرصت رو از دست ندهید. زندگی زدی به چنگم، تو بریشتهای ننگم. به کجا کنم شکایت، مکگم یمی حکایت. مانده نباشه جناب جمیل. چی کار کردی خانم نجمی؟ از سوزم به انگشتم در آمد. من از کجا دانم که شما میترسید؟ چرا شما میترسید؟ آخر ما باز مکتب رو به شما امانت میگذاریم. این طور نگوید. اگر بچه فهمند که من درس میدوزم 3 روز مرا مسخره میکنند. این به شما تماما نمیزیبد. انا این رو گیرید، اون رو به من دهید. نخود درد رو همین خیل دوزند. من از کجا دانم؟ همین خیل دختن گرفتم. این چی؟ بورک دیروز پخته بودم، اینش رو به شما آوردم. خدا راضی شود. اکنون یک چای دم میکنم و مزه کرده میخورم. خوش شود. تشکر. چرا این خیلی نگاه میکنید؟ یگون بار زنی درز دوز رو ندیدید؟ دیدم، اما میگویم که
بعضی کارها برای مرد نیست. انسان اگر تنها باشد ناقص میموند خانم نجمیه. درست. مرحمت. تشکر. والله نوبری شد دستهای درد رو نگیرد. این رو هم گیرید. خدا محبتتون رو زیاد گرداند. تینجی است؟ تینجی دخترم با جناب جمیل از بورکی دیروزه آوردم. ثواب می شود. سلامت باشید. خدا چی مرادی داشته باشی با مرادت برسی. اوچه این چی گرد؟ باز بورک میارید؟ زیادتی مونده بود. آوردم که اسراف نشود. پیش وقت به معلمون میآوردید. اکنون چرا با او آوردید؟ با کسی دیگه ثواب می شود، نه تنها با معلمون. بیچاره تنها است، خوراک پخته نمی تواند. خرسند شد. خرسند شد بعد چی؟ مادرت رو سوال و جواب میکنی تو؟ کنی 10%. زود باش. دو فرزندمان رفت، یک تاش ماند. باید از نو عائله‌مان را برقرار سازیم. چی هم میگویی طاهر؟ بیا باز از نو یک جا شویم نورای. به طور رسمی جدا نشدیم کو. اگر باز از نو یک جا نشویم برق را هم از دست میدهیم. طاهر بعد این کار چطور این گپ را گفته میتوانی؟ یک جای شده نمیتوانی. من طاهر پیشینه نیستم نورای. والله عوض شدم. بعدی دو فرزندم را به خاک سپاریدن عقلت در آمد. تو این کار را بازی پنداشتی جنابی طاهر. فکر کردی که همه چیز را فراموش کرده باز با تو باور میکنم. بگوی 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 بگوی. چرا این کار را کردی طاهر؟ چرا این کار را کردی؟ چرا؟ روش کن نورای. چرا؟ فقط گذشته را به یاد آورده زندگی کردن نمیتوانیم. آینده در دست خودمان. اگر عاقلانه عمل نکنیم برق را تماما از دست میدهیم. به حسیات داده نشده به عقل فکر کرده به یک قرار آمدنمان لازم. حالت خوب است؟ خوبم. شما چی؟ برق را فکر میکردم. اگر زود یگون چاره اندیشیم او را از دست میدهیم. چاره این کار تنها یک عائله مستحکم است. درست میگویید. من هم به شما یک چیز گفتن میخواستم. این هم در خصوص عائله. در خصوص عائله؟ بله. ما امروز با عمر گپ زدیم. خواستیم روز توی رو 23 می گذاریم. وای اینقدر زود؟ مبارک شود اپا. البته اگر اکم روزی باشند. کمی زود نشد مگر؟ آخر یک دنیا کاری حل طلب داریم. ما فکر کردیم که اصلا خوب فکر کرده اید. به فکر من هم خوب می شود. کار خیر را به تأخیر گذاشتن خوب نیست. هم برپا کردن عائله آغاز خوبی هاست. تشکر اکا جان. قریب که فراموش میکردم. سحر نزد عمک جمال باید روم و مکتب باشد دیرتر میروم. میلش. صبح بخیر. صبح بخیر. نرفته اید؟ حالا همینجایید؟ فکر کردم شاید را من به مکتب برم. چرا؟ در راه کمی صحبت نکردیم. همه ما به صحبت احتیاج داریم. داشتیم 10 سال پیش. به تو گفتم نمی شود. دست نمی کشین نورای. کسی دیده و دانسته فرزندش را به آتش نمی پرتاید. این مسئله رو چطور حل کنیم عمک جمال؟ اعضایان عائله به یکدیگر اعتماد ندارند. حتی برق.
من از دستم آمده را میکنم، اما اعتماد پایدیواری عائله میباشد علی. جایی که اعتماد نباشد آنجا نه محبت است نه احترام. حسی باوری این جوهر است بی‌بها. چنان گفتند اگر قندیل از شیشه باشد سنگ مزن. یک سنگ کوچک میتواند سببگاری تاریکی گردد علی. مانند حادثه جناب طاهر و خانم نوره که به یک دیگر سنگ میپرتند و اینجا برق ضرر میبیند. از همین سبب انسان باید به عملهای خود دقت دهد. از راه خدا نباید دور شود، چون که راهی که عائله را نیست و پراکنده و نابود میسازد این راه ابلیس و گناه ها میباشد. تو این را بهتر از من میدانی. چاره چیست امکی جمال؟ برای این کار را کردن صبر در کار، مشقت در کار. اگر انسان در حقیقت به خدا پناه برد و با نیت خالص به راه برآید، هیچ وقت در نیمه راه نمیماند. خدا صاحب قلب هاست. میبینی که نسیم بخت به دل ها میوزد و قلب ها را نرم میسازد. انشالله امکی جمال. میخواهی من با یکی از آنها صحبت کنم؟ این بهترین کار میشود امکی جمال. یعنی با خندون گفتنیم؟ بله، اما خلای نجمیه به امکی جمیل تماما به عقل رست نمیآید. آخرین چیزی که عقلت نمیرسد. برای همین با فکری من واهمه میکنی. این خیلی نیست. حس کردم میگویم تو از قیافه پدرت نفهمیده بودی؟ آدم میفهمد خواهی نخواهی. چه خیلی که تو حس کردی من هم همون خیلی حس کردم. بسیار گنده بود. خیریت که این مسئله حل شد. امیدوارم که دیگر نمیشود. امیدوارم. چی کار میکنیم؟ ملیح جان، خیلی شد که یک دیگر رو ندیدیم. یا به من این خیلی می نموید. اینجا وقت اونقدر آهسته می گذرد که اصلا من از تو رنجیده، چون که انتظار آن بودم که اقلا باری به زیارتم می آیی. از هم جدا شدن از برای فرزندانمون بود. جنگ نکرده ایم، یک دیگر رو نرنجانده ایم. آخر بین ما هیچ گونه تباهی نبود. ادوکاتم گفت که مهلت جزا را چقدری که تواند کمتر کرده مرا هر چیز زودتر از اینجا میبرارد. کی میداند شاید من روز به زیارت تو آیم. با احترام خندان. دیگر در برای دخترم شده چیزی نمیگویی خانم نجمیه؟ خوب است، نغز است ها؟ چی گویم آخر؟ باز همون احوال. های کرده میشینم وقتهای آخر. آنها جوانند، البته شوخی و بازی میکنند. جوانی تنها به پسرانه؟ به دختران هم دخل دارد ها؟ البته به دختر هم دخل دارد. خیلی چی کار کنیم؟ به پدر خودم تنها هستم. آسان است مگر؟ میبینی که چی حادثه ها رخ داده استادم. هر شب به زور خوابم میبرد. شکر که خانم نجمیه، شکر. در حسرت فرزند بودم. مثال من سالها باز در حسرت فرزند هستم. تو میفهمی؟ میخواستم اقلا یک پسر یا دختر داشته باشم، اما یعنی من بارها فکر کردم که من در حسرت فرزند تو باشی، یعنی تو باشلی با من. چه بگیم آخر حاضر اینجا بیا گفتم. چی گپ شده؟ چی گپ را شکنی کنی؟ پیشت را نگاه نکرده برمیخوری، باز عذر هم نمیپرسی. عذر گفتم کو؟ ببخشید میگویی؟ نمیگویم. میگویی. اگر خواهشمند باشه از من بخشش برد. تو هم با من برخورده. نمیفهمی. اینجا بیا، اینجا بیا گفتم. برق اینجا بیا. اگر آیم چی میشود ها؟ برق ایستا گفتم. با کی میگویم؟ برق تن دادی؟ بله. جوره چی گپ؟ ای تو مرا میزنی ها؟ خواهی بسنج و نتیجه اش رو بین. حاضر من به تو نشان میدم. نکنید استاد، التماس آرام شوید. شما آخر از همه ما بزرگترید.
میدانم که کلانن استاد علی. این خورترکان شما نه حق کلان را میدانند و نه حرمت آنها را. البته این همش به غیرت شما. نصیحت رو بس کن. اگر قوت این دیگه خورا هم گرد زده ایستاده. او رو بینید شرم نمیکنم. لطفا صحبت میشوید. بیازن من این کار را این کار نمیمانم. من به تو بیشان میدیم. با بیرون، همه با بیرون برایت. مرا با بعد خانه گذارید. بیرون برایت گفتم. شما استاد لطفا به من یاری دهید. من این کار را اینطور نمیمانم. برای این جواب بدهی. چی کاری میکنی کردنگیر؟ برق چرا این کار را کردی؟ اکنون همه چیز خوب شده بود. چی کار کردم؟ آخر چی کار کردی؟ هیچ. اگر تو به جای جناب شفیق باشی، کلان سال و این مدیر پیشینه در بین آدم ها آبرو دارد. خیر بعد؟ اما یک اشتباه کردی و بالای این با یک شاگردت خرخشه کردی. همه شاهد این حادثه شدند. تو این خطاییت را قبول میکنی؟ این طور باشد نباید خطا میکرد. مهم این نه. در این حالت به خطاییت اقرار میشدی در بین آدمان؟ نمیدانم. اقرار نمیشدی. برای خطایی مکافات میخواهید از من؟ نه، حل درستی خطایی را میخواهم. چه خیل؟ اگر ساکت باشی محیط آرام شده. استاد شفیق خطایی خود را میفهمد و آمده از تو عذر میپرسد. اگر این طور نکنی خطاگیش را نمیفهمد. به این هم من هیچ چیز نمیخواهم. هیچ چیز برای من در کار نیست. اما که جمال اجازت هست دخترم؟ البته مرحمت درایید. مرحمت. زحمت کشیدی دخترم. هیچ گپ نی اما که جمال. حالا خوب هستید؟ انشاءالله خوبتر شده اید؟ خیل باشم. درد فرزندم، درد غمها، درد و غم انجام ندارد. هم با درد و غم هم به آن زندگی مشکل است. اما انسان‌های کامل فقط غم و درد خواستند. خواستنی درد و غم چی در کار اما که جمال؟ میگویم دنیا فانی است دخترم. دنیای بی وفا. اخیراً هممون از دنیا می رویم. برای همین دخترم به این دنیا مهر نبسته، برعکس قلباً ترک کردن لازم. و چیزی فانی عاشق شدن انسان را هر زمان به خطر گم کردن آن وادار می سازد. این با درد علاقه دارد؟ این دنیا سزای دوستداری نیست. یا آن را دیده و دانسته قلباً ترک میکنی، یا اینکه بلا و مصیبت دنیای فانی را با رنج و مشقت طاقت میکنی دخترم. این قانون است. یعنی کوزه پر از غم میشویم. در درون کوزه چیزی باشد به زمین همان میریزد. غم و اندوه را در دلت چنان کن که شیر و شربت گردد. اینقدر غم و اندوه چه خیل شیر و شربت میگردد. هر دقیقه همان زهر و زقوم. و فکرم شما میدونید که من خطاط هستم. فهمیده بودم، برق گفته بود. وقتی آمدن به شما یک حدیث زیبا آوردم. اگر لطفاً این را به جای آویزانید خرسند می شوم. مهنت هر صنعتکار را دانستن او را شاد می کند. تشکری زیاد، با صمیمیت. البته می آویزم. اینجا چی نوشته شده است؟ فرموله مبادله سیرکا با عسل. یعنی؟ انسان هر خطایی که آن را خرد شماریده دست نکشد، او را به گناه کبیره روان ساخته انسان را مغلوب می کند. و باز نیست گناه کبیره ای که در حالت توبه و ندامت نزد خدا عفو نشده باشد.
ишорат ба қувваи фавқулодаи дуо аст. дуо кунед мегӯяд, дуо кунед. дуо мағзи ибодат аст мегӯянд. дуо кунед, худо ҳатман шуморо мешунавад мегӯянд. бисёр дуо кардам, аммо қабул нашудам акиҷамон. магар даре ҳаст ки он ҷо дарди худ баён кунем? ба ғайр аз худо дигар даре нест. агар дуо мустаҷоб нашавад, маълум мешавад ки камбудӣ дорем. камбудиамон маълум. хонаам хароб, ақламон хароб, қалбҳоямон ҳамчунин. маълум мешавад дуои қалби харобшуда қабул намешудааст. аз ин сабаб аз нав хонаатро месозӣ духтарам. бо як самимият, эътимод, ҳамдигарфаҳмӣ оиларо сарҷамъ мекунӣ. ба худо паноҳ бурда бо розигии ӯ муваффақ мешавӣ. сабур бош духтарам. дигар чорае надорам. бале, ман вазифаамро иҷро кардам. фаҳмондам. ту ҳаққи иродаатро деҳ. муваффақ шав. акнун бо иҷозат. ки ин кӯдаконро ба ин аҳвол овард? устод Алӣ, ки? дар замони ман инҳо ин тавр набуданд. монанди шам дар наздам об мешуданд. аммо ҳозир анамана накунам, ба болоям парида маро мезананд. тарсонидану ҷанг кардан ба омӯзгорӣ рост намеояд устод. агар мо аз шогирдонамон ҳурматро талаб кунем, бояд аввал онҳо моро дӯст доранд. ин корро кардан осон нест устод. агар дар рӯятон ханданд ҳам аз пасатон сад гапи дигар мегӯянд. онҳо ҳоло ҷавон, хуни онҳо дар ҷӯш. якду калтак задан фоида меорад. ба сари муаллимат доду фарёд зан, баъд бо ӯ дӯст шав. не, ин тавр намешавад. ман ин корро ин хел намегузорам. гӯё касеро кушта бошад. кӯдак аст охир. хато мекунад, инро ба назар гирифта ҳукм бароред. инҳо кӯдак нестанд ки ин хел кунем. ҷонваранд онҳо. ҳам ба комиссияи интизом медиҳам, ҳам чӣ? он тарафашро худам медонам. духтарам, аниқ ҳамин? рақами телефони падараш ҳамин аст? ҳамин аст. дар ҳуҷҷатҳояш ҳамин рақам навишта шудааст. ман мудир Шафиқ, яъне устод Шафиқ, ҷаноби Тоҳир, аз мактаби писаратон. бифармоед устод. хуб ҳастед? шукр, хуб ҳастем устод. ҷаноби Тоҳир, чӣ хеле ки худатон медонед, писаратон тамоман аз худ рафтааст. пеш аз ин ба шумо мактуб равон карда будам. маълум ки ба шумо нарасидааст. не, ман ягон хел мактуб нагирифтам. маро ҳам фиреб додааст. ба ҷое ки шумо имзо кунед, худаш имзо карда ба ман овардааст. устод, узр, бо барқ ин масъаларо гап безанам. аллакай дер шуд. дер. имрӯз писаратонро ба комиссияи интизом медиҳем. устод, чиҳо мегӯед? илтимос, медонед вақтҳои охир табъи барқ тамоман хира. ягон хел ҳал мекунем. дигар роҳи ҳал надорад ҷаноби Тоҳир. аз дастам омадаро ман кардам. хостам ки шумо хабардор бошед. ана акнун бо падарат хархаша кун барқ. мо ягон хел мактуби огоҳӣ нафиристодем. хато накунед. ҳамин тавр ҳама чизро омада ба шумо гузориш диҳам. муаллим наметавонад ба волидайн ягон мактуб нависад? аммо устод, бисёр гап назан бисёр. кане кушо аз ҳамон як саҳифаи ворд мегӯед. чӣ мегӯед аз ҳамон? кушодам устод. навис. ба комиссияи интизом боз мебофед оча? камтар ресмон буд.
خواستم کمی بافم. برای من یک مشغولیت است. اوچه در این مفسیم کی کمزولچه میپوشد؟ هوا گرم شد. خودتون رو غم ندهید. من نمیپوشم. من میبافم. یگان کس پیدا میشدگیست. تو درس نداری؟ چرا اینجا اومدی؟ استاد علی با برق صحبت دارند. ما رو با بیرون برآوردند. خیر شین، بیا ما و تو هم کمی صحبت کنیم. چی شد اوچه؟ وقتهای آخر به شما چیزی شده است؟ نه، چند وقت شد که با تو صحبت نکردم دختر جانم. خیر، کنی گپ زنید. درباره چی صحبت میکنید؟ میدونی همون خانم ظریفه با شوهر میکرده است. همسایه همون هست کو؟ با همون سینوسول؟ چی شده است؟ با سینوسولش؟ سینوسولش یک طرف، چینی قدش یک دختر دارد اوچه. باز خوب، با دخترش پدر می شود، با آنها صاحبی می کند. با خودت معلوم دخترم که زمانه گنده شده است. شد زمانه گنده. از کجا می داند که مرد آدم خوب است؟ دختری جوان در یک خانه خدا نشان ندهد. امروزها چی ها نمی شنویم اوچه؟ اوای مرد رو دیده و دانسته می گرفتگی. خوب سنجیده بر آمده است. برق برای یگان کار دیر نشده است. میدونم حاضر در نظرت همه چیز برخلاف تو جریان دارد، اما همه این را مثل یک امتحانی که باید موفق شوی قبول بکن. در هیچ چیز موفق شده نمیتوانم. میخواهم که همه مرا به حالم گذارند. میفهمید؟ یگان چیز نمیخواهم. به خودت نظر کن برق. مگر تنها زندگی کرده میشود یا به مهر و محبت زیستن ممکن است؟ اگر با کینه و نفرت زندگی کنیم این عذاب را پس سر کرده نمیتوانیم. اگر انسان مخلوق با کینه و نفرت میشد، به جای دست خداوند به او چنگال میداد. اما هممون انسانیم. لیکن من در فکر کدام انسان هستم؟ در فکر من و عائلت. برق عائله نگویید. از این دروغ بیزار شدم. اگر انسان واسطه های زندگی را نادرست استفاده برد، واسطه را محکوم کرده میتوانیم. آنها خطا میکنند، میخواهند که خطاگیشون را اصلاح کنند و برای آغاز کردن فرصت میجویند. فکر میکنید که در حقیقت همین را میخواهند؟ آنها وجدان خود را راحت کردن میخواهند. اگر از این نقطه نظر نگاه کنی خود را از دست میدهی. این فکری که در سر داری تو هم آخر مثل سنجر و یا سومن میشوی. میفهمی؟ نمیفهمید استاد. همه این دروغ است، بازی. میبینید بعد یک چند روز نه در فکر مادرم میشوم نه در فکر پدرم. ببخشید، برق را میشناسید؟ بله. سینفش در کجاست؟ اینجا. تشکر. سلامت باشید. جناب طاهر بخیر است؟ اینجا در این ساعت؟ نخواد همین خیر کنی برق. ما برای تو اینقدر جان میکنیم، نخواد تو این خیر کنی. یک دقیقه چی گپ است؟ چرا اینجا آمدید؟ اول شما فهمونید؟ از مکتب یک دنیا مکتوب آمده است، لیکن برق به ما نرسانده است. امضای ساخته کرده برگردانیده است. چی؟ کسی به من چیزی نداده است؟ من به یگان کاغذ امضا نگذاشتم. دروغ نگوی. از دروغ های تو بیزار شدم. من چی گفته بودم استاد؟ کمتر پیش به شما چی گفته بودم؟ این گپ ها را به شما کی گفت؟ جناب شفیق، مدیر مکتب برق را به کمیسه انتظام میداده است. اگر در حقیقت سردار عائله شدن خواهید 100 بار فکر کرده بعد عمل کنید جناب طاهر. در این گونه محیطی به اعتماد یک شعله آتش میتواند تمام جنگل را سوزاند. اعتماد و مهر و محبت نسبت به عائله از ته کرسی بنیاد میشود. ما برای خرسندی او کوشش میکنیم، گفته هایش را به جا میاریم، اما او برعکس. چرا این خیل مناسبت میکند؟ آیا نمیفهمید؟ این خیل مناسبت معنای آن را دارد که شما با زوجهتان یک جا شوید. مناسبت شما با زوجهتان او را ناراحت میکند. من از اول او را نظارت میکردم. تغییرات جدی در او پیدا شده بود. حالا باشد او میخواهد که به او باور کنید. اگر به او باور کنید باز هم بهتر میگردد. من به این اطمینان دارم. اکنون با اجازت شما این مسئله را باید حل کنم.
استاد شفیق، چرا این کار رو کردید؟ چی کار را؟ چرا نسبت برق شما عریضه نوشتید؟ بالای همه این به هیچ اساس او را گناهکار کردید. این روی راست تهمت است. یکمش وقتی که به معلم حقارت و تهدید میکنن حق دارد که به کمیته انتظام عریضه نویسد. دویمش من تهمت نکردم. این گونه مسئله ها مگر با جزا دادن حل میشود استاد شفیق؟ این فکری شماست. امروز دیدیم که با تعلیم شما آنها به کدام سویه ها آمده رسیدند. اگر کشاد روشن گویم سن و سال شما را حرمت میکنم جناب شفیق، اما در مجلس به طرفداری برق برآمد میکنم. من هم کشاد و روشن گفتن میخواهم که برای از مکتب خارج کردن او از دستم آمده را میکنم. هم بی تربیه هم دروغگوی. او میگوید که کسی به من مکتوب برای والدینم نداده است. گفتم که دروغگوی. قبل از آن که شما یگان مکتوب روان کنید اول باید به من خبر میدادید. ببخشید استاد، فراموش کردم که به شما خبر دهم. پگاه در مجلس وا میخوریم. سلام خندان، خوب هستی؟ آمدی؟ میدونی بغیر از خویش و اقربا به کسی اجازتی در آمدن نمیدهند. برای در آمدن یک رفیقم به من مدد کرد، اما چرا این گپا رو به تو گفته ایستادم؟ خوب هستی خندان؟ خدایا تماما خوب نمی نمویم. من میخواستم که تو هایی، اما حاضر کاش نمی اومدی، مرا به این احوال نمی دیدی. خندان همش خوب می شود. حاضرم خوب می نمایی، اما از اینجا برای باز خوبتر می شود. پسرم چی؟ از او باری خبر گرفتی؟ اینها رو در خانه تماشا کن. مالش؟ پدرت آمده است. دادا هم آمدند. دادا اینجا چیکار میکنید؟ اینجا کمی کار داشتم، بر وقت تمام شد، گفتم با تو یک جا به خانه میرویم. اولی جناب رفتیم. حاضر یک دقیقه. تکین خیلی سلام. با جرین خوری میرویم. شاید تو هم با ما میروی. چرا با شما روم؟ دختر و پدر خوبتر نیست؟ امروز به زیارت مادرت رفتم. شاید درباره مادرت صحبت میکنیم. دادا مایلش، اما زیاد ایستادن نمیتوانم. خوب رفتیم. برای سخنی مرا رد نکرده و اینجا آمدنتون تشکر میگم خانم نورایی. درباره برق صحبت میکنیم گفتید چخیل نمی اومده. درست. برای شما رو تشویش ندادن باید خوبتر میفهموندم. مگر برق خوب نیست؟ خوب است، یعنی جسماً خوب است، اما روحاً خوب بودنش رو گفته نمیتوانم. نفهمیدم. برق میترسد خانم نورایی. وقتی که مناسبت شما با همسرتون خوب میشود اون میترسد که شاید شما باز از نو از همدیگر جدا میشوید. او از ناپایدار بودن مناسبت شمایان میترسد. ما خیلی شد یک جا نبودیم با طاهر. یک جا نشدید؟ من از رفتار جناب طاهر و برق خلاصه کردم که شما بله طاهر میخواهد، اما من جسارت نمی کنم.
لطفاً کمی شرح دید. شاید یگان راه حلش رو پیدا کنیم و فکرم مشکلات برق تنها با همین راه حل می شود و اگر در این کار موفق شوید برق اینقدر پسری خوب می شود که حتی باوریتان نمی آید. از ظاهر باوری ندارم استاد علی. محیط کمی آرام شود، همه جا بجا شود، باز مثل پیشتر می رود. نزد دیگر زنها از او باوری ندارم که خود را داشته تواند. خانم نورای، اگر به من کمک کنید فکر میکنم همه این مشکل ها را با هم حل میکنیم. البته برای پسرم همه کار را میکنم. فکر میکردم که تنها خویش و اقربا رو در اومدن میموندند. همینطور، لیکن یک رفیقم برای من اجازت گرفت. معلوم که خیلی زحمت کشیدید. جرین التماس حالا وقتی این نه. راست میگوید وقتی این نه. اما در یادم اومد از شما یک خواهش داشتم. برای من دیویدی بیارید گفتم. گرفتید؟ دخترم امروز تماما وقتم نشد. پیغام میگیرم قول. تماما ایران شدم. باری اول نه. من خیزم خوب میشود. تو زحمت نکش. من میروم. شما درباره مادرتون خوب صحبت کنید. جرین التماس بشین. برای دیگرها وقت یافته میتوانید. من شما رو در خونه انتظار میشوم دادا جان. مثل هر روزه نیمی شب وا میخوریم. البته اگر باز یگان بیمار پیدا نشود. جرین است من یک چای مونم. این شب باید این رو تمام کنم. اگر تمام نکنم غمگین میشوم دخترم. این با من کلون. برای کی میبافید؟ کنی؟ ای از راستی کلون شده است. وای دروغگویی رو مونید آچه. دروغ گفتن نمیتوانید. برای او میبافیدن؟ برای کی؟ برای جناب جمیل. نه دخترم، از کجا این کپ رو برآوردی؟ چرا من برای او میبافتم؟ یعنی من میخواستم گویم آچه؟ دخترم امروز دیدم در تنش یگان چیزی گرم ندارد. دختر جان بیچاره میپوشد گرمکک. شبها خنوک هستند. والله دخترم. ای چهره زیبای تو رشکی بوتان آذری هرچند وصفت میکنم لیکن از آن بالاتری خوشم بس تو گدا افتاده در شهری شما. آره سهر شده است. کنی خان پرنده زیبا بهار آمده است. همه از خواب بیدار شدند. کنی خان استاد بر وقت آمدید یا من دیر آمدم؟ نه دلبر خانم، دیر نآمدید. یک چیز پرسیدن میخواهم. بفرمایید استاد. شما از تمام مکتوب‌های رسمی مکتب با خبر هستید. من تنها فهمیدن میخواهم که استاد شفیق به والدین برق مکتوب آگاهی روان کرده است یا نه. براستی روان نکردند. انیق اگر خودشان به مهری مکتب روان کرده باشند یا با دیگر راه اینش رو نمیدونم، لیکن تمام حجت‌های مکتب در دست من و باید با رقم ترتیبی روان کرده شوند. شما این رو خیلی خوب میدونید. دلبر خانم، امروز همین سخنهایتان رو در مجلس کمیسی انتظام گفته میتوانید، یعنی از طرف مکتب رسما به والدین برق مکتوب روان کرده نشده است وگرنه برق رو جزا میدهند. ببخشید نمیتوانم. نمیتوانید؟ استاد شما انسان خوب هستید،
این گپ‌ها رو به شما گفته میتوانم، اما آنجا نه. استاد شفیق را میدانید، اگر گویم کاری میکند که مرا از اینجا خارج میکند. پس حقیقت چی؟ وجدانتان چی؟ وقتی که برق جزا میگیرد قلب شما، وجدان شما را مگر عذاب نمیدهد؟ دیده و دانسته او را تهمت کنند، شما چطور خاموش بوده میتوانید؟ تو از کجا پیدا شدی؟ ای 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 اینقدر زیبا بوده است. چیک چیک مرا ترسانده جناب جمیل. پرنده است، پرنده ضرر نمیرساند. شما این را اینجا ماندید؟ من گذاشتم، دیشب تیار کردم. در جوانیم از اینها بسیار تیار میکردم. خواب نرفته تو سهر همین را بافتید. دیگر چیکار کنم؟ تنها وقت دیر میگذرد. باید با یگان کار مشغول شوی. اکنون من روم. جناب جمیل لبای نه هیچ چیز نه، از پای کارتون شوید. میلش تو بازدید. دخترم چرا پدر و مادرم را جیغ زدید استاد؟ چی کار کردن میخواهید؟ میخواهم که به تو باور کنند. استاد شفیق به من یگان مکتوب نداده است گفتی، اما والدینت به تو باور نکردند، همین طور نی؟ آنها هیچ وقت به من باور نمیکردند. خب اکنون بعد از مجلس به تو باور میکند. یگان خیلی مکتوب نگرفته ای ها؟ نگرفتم. برق آرام شو، من به تو باور میکنم. چی رو عوض میکند؟ باور کردن شما اثبات کردن نمیتوانیم. استاد شفیق همه رو آماده کرده است. باوری برق هم در این دنیا هم در باطنمان. بعضا تنها به باوریمان امید میبندیم. میفهمی برق؟ چرا به اینجا آمدیم؟ شرمنده میشویم. طاهیر التجا میکنم آرام شو. روی راست دروغ میگوید برق. یک آدمی کلان روان کردن میگوید. روان کرده است. عوض شدم، دیگر مثل پیشتر نیستم گفتی. اکنون کنی خود را نشان ده، اقلا بار خود را به دست گیر. چرا به برق باور نمی کنی؟ چون که دروغگوی است. اگر به انسان باور نکنید و از او انتظاری باوری نداشته باشید چی می شود؟ به برق یک بار امکان دید. من باوری دارم که او راست میگوید. چندین مراتبه گفتم استاد شفیق نه به من مکتوب دادند نه من با امضای ساخته به او کاغذ دادم. خیر خرخشه چی؟ به من تهدید کردن چی؟ رفیقان و شما گفتم که این شاگرد دیگر آدم نمی شود. برای ضررش به دیگر شاگردان نرسیدن هر چی زودتر او را از مکتب خارج کردن در کار برق نادرست است البته، اما اینقدر به آسانی نباید دست کشیم از شاگردان. تو هم مرا زدنی بودی، این هم گناه است. تو را هم باید از مکتب خارج کنند. من معلمم، هم میزنم هم دوست میدارم. شد برق، تو در بیرون انتظار شو. به یک قرار که آمدیم تو را دعوت میکنیم. چی فرق دارد؟ به این هم مرا از مکتب خارج میکنه. برق لطفاً. در کجا گفته شده است که شاگرد را هم زنید و هم دوست دارید؟ مانید کدامی از ما یک دو شلاق شاگرد را نزده ایم؟ من این خطایی را یک بار کردم اما نتیجه بد داد، دیگر تکرار نکردم. من تا امروز به شاگرد دست نبرداشتم جناب شفیق. بهترش من هیچ چیز نمیگویم. مایلش گویم که من ناحق هستم، لیکن حجتی قلبکی کرده است. شاید رقم ترتیبی مکتوب را نگرفته باشم، اما آخر این حجت است و این نابکار در آن امضای قلبکی گذاشته است. پسرم گوش کن، پسرم میگویم اگر این کار را کرده باشی گوی با آن نگاه کرده چاره اندیشیم، کار به جای نرسیده حل کنیم. من نکردم میگویم. التماس در اینجا خرخشه نکنید. بس من به درون میدرایم. چی؟ برخ را از مکتب خارج نکرده حل کردن لازم. چی کاری باشد میکنم. اگر کار از کار گذشت مشکل بشود. پدر من نکردم میگویم. مرا شرمنده میکنی. تا امروز در چند کار من نکردم گفته بودی، اما در آخر همش معلوم شد.
اقلا از مکتب خارج نکنند. مرحمت جناب طاهر. من عذر میپرسم. معلوم او جوان است. جناب طاهر از شما خواهش کرده بودم. ماند استاد گپ زنند. ماند. با یاری شما مجلس ها هم روشاد شدند. حتی همون رادیوی مشهورتان را نیز پخش میکردید. تمامی مکتب هم میشنید. من ببخشید استاد، قطع کردن نمیخواستم، اما از سحر فکر دارم. چه خیلی گفتید من هم فرزند دارم و میدانم که مادر چگونه برای فرزندش غم میخورد. از این سبب چیزی شود یا نشود گفتن میخواهم. سخنهای برق راست است. یگان خیل مکتوب با اویله او فرستاده نشده است. یگان مکتوب را ما بی رقم روان نکرده ایم. اکنون چی میگوید پدر؟ با شما گفته بودم من نکردم. مرا ببخش پسرم. همه رو مثل خودتون فکر نکنید پدر. تو میدونی باور میکنی که انیق برای او میبافد. پدری من چی؟ فکر کردم که نزدی من به مکتب اومده است. که نه، مقصدش دیدار بینی تکین بوده است. حالا هیچ چیز رو نگفته است، اما فکر میکنم باز همون گپای خونه دار شوی. وقتی که در خونه شما بودیم درباره خونه دار شوی پدرت به تو یک دو گپ گفته بودم. اکنون اون قدر پشیمونم که بیهوده نگفتن. لقمه کلون گیرو گپ کلون نزن. بیا به خونه درو، کمتر صحبت میکنیم. داده هم نیستند. نه من روم. من قهر کرده بودم. باز مادرم خواطر نشوند. مالش تو بزدید. تو بزدید. دادا؟ دادا؟ دادا همین جوید؟ چخیل؟ فیلم خواستگیت؟ بله. امروز کارم بر وقت تمام شد. گفتم آماده با دخترم یک جای فیلم تماشا کنم. ها؟ دادا جان. میدونسته دوستاد همین طور نه؟ با کاتیبه گپ زده بودید؟ بله میدونستم. اما با پدرم چیزی نگفتید؟ تصمیم گرفتم خودشون ببینند، خودشون فهمند. اگر من میگفتم شاید با من باور نمیکردند. چطوری که خودت به متحد شدن عائلت باور نداری، همین طور نه؟ بعضن تا با چشم خودمون نبینیم باور نمیکنیم. من کلان شدم استاد. کودک دیروزه نیستم. اونقدر گپ‌های دروغ شنیدم که اونقدر ناامید شدم که چیزی رو که نبینم باور نمیکنم. شمال رو دیده میتوانی برق؟ دوستی رو چی؟ مثلا ترس چه خیل است؟ مگر رنگ و شکل دارد؟ این دیگر چیز استاد. باوری رو دیده نمیتوانیم، اما بعضا با کارهای این شخص باوریت هم نمیآید. اگر با چشم خودت کوشش پدرت رو میدیدی باور میکردی برق؟ نمیدانم. حتی در گوشه خیالم نیست که او در حقیقت این رو میخواهد. اونقدر ما رو فریب داده است که چرا این طور میکنی توهیر؟ چرا به قدری آیله نمیرسی؟ تو چی خیل بی حیایی؟
چه؟ خوش آمدی پسرم. شما گریه کردید؟ نه، چرا گریه میکردم؟ پدرم ناومدند؟ چی؟ امروز کارش برآمده است. نمیدونم، بعدی مکتب دیگر او را ندیدم. من هم حیران شدم که چه 3 روز اینجا طاقت کرده توانستند. او پدرت میدونی تو را دوست میدارد. امروز بعدی واقعی در مکتب شده سقزیق شد. شاید از تو شرم کرده امشب نآمد. مانده چه؟ پدرم را میدانم. او تو را دوست میدارد پسرم. شما رو چی؟ عائله همون رو چی؟ در نظر من همه این عملهایش بازی است. شما با پدرم بعد اینقدر کارشون باور کرده میتوانید؟ البته باور میکنم. این دفعه در حقیقت میخواهد که یک جا شویم. چه تشکری زیاد دادا. خیلی شد که با شما یک جای فیلم تماشا نکرده بودیم. یاد کردی؟ من شما رو یاد کردم. دیروز نباید اونقدر به حرمتی میکردم. آخر تنها به زیارت یک رفیق مسئولم رفتیم. مرا ببخشید برای به حرمتیم. ما صحبت کردیم. چی گپ زدید؟ یک آدمی که همسرش را گم کرده است بغیر از فرزند دیگر چی میگوید؟ بغیر از این دیگر چیزی نیست هم دادا؟ باز از نو همون گپای کهنه نمیبراید. حس کردم دادا. پنهان هم کنید میفهمم. شما باز نهتی توی کردن رو دارید. اوف دیگر هیچ وقت خرسند نمیشوم. جانم شاید یگون چیزی دیگر باشد. در فکری بد نکن. من او رو خوب میدونم که کی چی خیلی گپ میزند. باز من با خانم خاندان اینقدر صمیمانه صحبت کردم. برای خونه‌دار شدنشون ضد نبرایم گفتم. چی کار کنم؟ تقدیرمون این طور باشد. اوچه من با جناب جمیل صحبتشون گرم شده است و الله شیطان میگوید که جارو بروگیر و هر دوشون رو از مکتب پیش کن. تو رو مادرت گوش نمیکند. من رو دادم. همین طور ما مانع شده نمیتوانیم. ها اینش بهتر است. راست اما بسیار قیمت. هم من عادی ترش رو میخواهم. چرا اپا جون؟ 10 بار نه 1 بار توی میشوید. بهترین روزی حیاتتان است این. چرا اینقدر به خونه دور شوید ذوق دارید؟ روز بهترین حیات بوده است. باید این خیل شود. اون خیل شود. همین خیل است. چرا نباشد؟ حیات نو آغاز میکنی، آیله برپا میکنی تا آخر با او میشوی. همین است مگر؟ گویا تنها برای توی شدن به دنیا اومده اید. چی ها میگویید تیکین؟ چی شد؟ هیچ چیز نه اپا. مادری در حبس بودم. یعنی مادرنده هم. نمیدونم با فکرم در آنجا نیز در فکر خانه دار شوی هستم. چه خیل؟ تیکین؟ با مله و خوردند. گپ زدند. باز از نو میخواهند که خانه دار شوند. پسرم یگون چیز خور آخر. میدونستم که این خیل میشود. باز ما رو فریب دادند. 3 روز نشده باز کارهای شبانه اش تر شد. این طور نگوی.
شاید یگان سبب دارد کارش برآمد. چه خیل حالا هم با او باور میکنید؟ چه خیل باور میکنید؟ یک دروغ کلان است این افسانه. با از نو عائله شدم. چند بار این گونه ما را فریب دادم، به یاد بیارید؟ با زمان فریب هایشان را سر کردند، موفق شدند و رفتند. این چی؟ برق. برای فهمیدن حقیقت ساعتی 10 در کوچه آیدین میشوند. این چیست؟ این چه خیلی غذا؟ هیچ چیز. شاید کسی خطا کرده است. اوچه شما چیزی رو میدونید؟ چیزی رو از من پنهان دارید؟ نه. اوچه از من پنهان کرده نمیتوانید. گوید اوچه. باز پدرم چیکار کردنیند؟ دادت باز ما را فریب داد. پسرم به او باور کرده بودم. خیال کردم دیگر فریب نمی دهد، اما باز ما را فریب داد. آیله ها همین طور. من با او چه بودنی آیله رو نشان میدهم. معنای آیله چیز او حاضر میفهمد. برق نه. برق نه اینجا هم نمی شود. جایی میخواستم نه. از همه دور بودن میخواهم. آخر بینید اینقدر جایی کشود. چه خیلی که میخواستید؟ نفهمیدید. همه چیز را از نو آغاز کردن میخواهم. تمام گذشته را فراموش کردن میخواهم. آیله ها؟ از نو آیله رو برپا کردن ها؟ همین خیلی آیله رو برپا کردن میخواستید. شمایان اینجا چیکار میکنید؟ انتظار نبودید ها پدر؟ این دفعه فکر کردید که ما رو فریب دادید ها؟ ما عادت کردیم که با فریب نیرنگی شما. این دفعه نتوانستید. نفهمیدم. البته نمیفهمید، اما عکس‌ها همش رو به شما میفهمانند. ما فهمیدیم که شما چقدر انسانی پست بوده اید. یک دقیقه نورای، فکریت نادرست. باز چقدر فکر کنم جناب طاهر، باز چقدر؟ من عادت کردم. اقلا پسرت را فریب نمیدادی، نخود اینقدر انسانی بیفهم شده باشی. عکس ها را از کجا یافتید؟ بگویید فهمانم. دیگر یک کلمه نگوید که شما را نکشم. باز فکر میکنم مرا نمیکشی. اجازه دید من فهمانم. استاد علی؟ خانم تنها خانه میفروشند. خیلی وقت شد که جناب طاهر در جستجوی خانه بودند و کسی این را عکاسی کرده است. اما در وقت جستجوی جناب طاهر من او را دیدم و تعقیب کردم. او باشد رفته زیر در خانه اتان مانده است. چرا این کار را کرده است نمیدانم، اما فکر میکنم که در این حکمتی است. خانه؟ چه خانه؟ من فکر کردم که خانه ای که حاضر استقامت میکنید مرگ سنجر و دیگر ناخوشی ها را به یاد میآورد و برای آغاز خوبی های نو شاید به خانه نو گذشتنمان خوب می شود. در خانه نو گذشته را فراموش میکنیم. اون کسی که این عکس ها را گرفته است مکتوب را نیز او نوشته است. نمیدانم، اما جناب طاهر آنجا تنها برای خانه کافتن زحمت میکشیدند. با اجازت شما. تشکر. سلامت باشید. استاد چرا با او اجازه دادید؟ گفته بودی که چیزی رو که با چشمانم نبینم باور نمیکنم. در یاد داری برق؟ من گفته بودم که زحمت های پدرت رو با چشمانت ببین و باور بکن. چطوری که جناب طاهر به تو باور نکرده به مجلس آمده بودند. اگر بخواهید در حقیقت عائله‌تان مستحکم شود به یکدیگر باور کنید و اطمینان داشته باشید. خطاهای در گذشته کرده‌تان را فراموش کنید و یکدیگر را ببخشید.
برای بنیاد عائله نیک با محبت، صمیمیت، باوری و صداقت همدیگر را عفو کنید وگرنه عائله مستحکم نخواهد شد. برای استوار شدن پایه عائله‌تان همدیگر را به آغوش گیرید و زندگی جدید آغاز نمایید وگرنه عائله‌تان پراکنده خواهد شد. مرا ببخشید پدر. اساس تو مرا ببخش پسرم. برای همه خطایی هایم دیگر تماما جدا نمی شویم. از اول سر میکنیم و تمام بدی ها را فراموش میکنیم. از نو عائله خوشبخت میشویم.